درود به همگی گایز، چطورید؟ امروز توی یه سطح جدید از ویدیوهای کس قرار گرفتیم. ببین واضح دارم میگم، یه سریا هستن تو این استا من نمیفهم چه غلطی میکنه اینا، چجوری پدر مادرشون اجازه میده اینا ازدواج کنن؟ اولی مخصوصا نمیدونم واقعا، باید ببینید تان بتونید نظر بدید. شما تو کامنت بگید داستان چیه واقعا. حاجی اینو نگاه کنید شما، به قرآن حاجی وای چیه این؟ به قرآن حاجی خجالت بکشید خدا وکیلی. 16 سالشه نگاه. چی بگم حاجی؟ من 2 سال تو عقل بودم، قرار بود بیشترم بمونم. به خاطر اتفاقایی که افتادش مجبور شدم برم سر خونه خودم. عزیز دلم انشالله که خیره. بریم که میکاپت کنی. میکاپ عروس خانم چقدر ناز شدی شما. حاجی حالا که انقدر خوش حاجی خدا وکیلی من حرفی ندارم بگم، شما بگید این چیه الان؟ چه کاری حاجی؟ حاجی واقعا نداریم، حاجی واقعا نداریم واقعا حاجی نداریم، واقعا نداریم، واقعا دارم میگم نداریم در این حد. 16 سالشه، شوهرش چند سالشه؟ تازه جلوتر میبینید چه اتفاقی افتاده. من الان اسپویل نمی کنم ها، نگاه کن پشمات بریزه. اینقدر عجله داشتی بری خونه خودت؟ یه شرطی داره. چه شرطی؟ برام باید آلوچه بخری. باشه یه لحظه صبر کن. خب عزیزم بفرمایید، به جای یکی 2 تا هم برات گرفتم. حالا میشه بهم بگی چی شد که انقدر عجله داشتی بری خونه خودت؟ چون که من حاملم. What the fuck؟ مگه میشه؟ دیدی چی گفت؟ شنیدی یا نه؟ آقا این خنده عصبیه ها. واقعا مگه میشه آقا؟ مگه میشه؟ What the fuck؟ نمیشه حاجی به قرآن. پشمام 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 پشمام. تازه ویدیو از این سمتر هم داریم. ندیدی چه کس رای تو این استا میگن حاجی؟ واقعی این ویدیو که دارید میبینید پسر؟ واقعا چرا انقدر زود؟ یه اتفاقی که افتاده دیگه، باباشم خیلی دلش می‌خواست زودتر بچه داشتیم. او مای گاد. Oh my god. نه 30 سال نگاه. من چی بگم الان خدا وکیل؟ 30 سال نگاه کن. سیشتیر کن. خب آقا اگه این ویدیو تموم شد، بریم برای ریاکت بعدی ببینیم چه شروری برامون آماده کردن. اینا رو ادیتور برام فایلاش ارسال کرد، گفت امیر برو نگاه کن ببین اینا چه کس دارن میگن. امیر فقط برو ببین ها. نمیدونم ادیتور داری چی کار میکنی. گفت فقط امیر برو ببین پشمات بریزه امیر. منم گفتم باشه بده فایلو. برام فرستاد تو تلگرام. پشمام ریخ. خب وایسا اینو از اول بذار. این رو نگاه کنید، این زیاد بد نیست ها، ولی خب بگید که کدومش بهتره. ولی ما در 80 دنبال یه استایل کلاسیک تریم. پس این استایل رو میزنیم. آخه دامه تو خوبی لباسات 2 سایز از خودت بزرگتره. شما انتخاب کنین 90 یا 80. ببین من انتخابو میذارم به عقده خودتون. به نظر من 80 خیلی خفن تره. ادیتور اونجوری نگاه نکن ها. ببینید به نظر من 80 خیلی خفن تره. واقعا خفن تره. دهه 80 رو نگاه کن چه دافیه آجی. ولی دهه 90 رو نگاه کن آجی، اصلا عین این بچه نونورای دلغکه آجی. به قرآن نمیدونم، عین این دلغک هاست آجی. میدونی چی میگه؟ حالا نه دلغک ببین به تو بر نخور آجی، خدا وکیلی اینا رو در حد فان دارم بهتون میگم. فوشم ندید تو کامنت خدا وکیلی. ولی دهه 80 یه چیز دیگه است. 2000 years later. خدا وکیلی همه میدونن دهه 80 یه چیز دیگه است. دافه. خب اینو میذارم به عقده خودتون. توی کامنت نظردهی کنید ببینیم که چی هستش داستان. و خب بریم ببینیم ویدیو بعدی چه شروریه.
این قضیه همون عروسه بود اومده بود میکاپ کنه رفته بود آتلیه. چی بهش میگم من اینا رو بلد نیستم بچه‌ها. این اون نیست ها. این من حس میکنم یه ربطی داره به اون. نمیدونم چرا باید تو 16 سالگی طرف اونم 16 سالش بود ازدواج کرده بود. طرف تو 16 سالگی بچه داشته. حاجی پشمام خدا وکیلی. مگه میشه حاجی؟ واقعا نمیشه حاجی، به قرآن نمیشه. نمیدونم حاجی پشمام ریخته. وای 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 پشمام حاجی. من فکر کردم 16 ساله بوده. این یارو نگو 14 سالش بوده بچه اولشو به دنیا آورده. واقعا دارک شد. دوست دارم بدونم شوهرش چند سالشه. رل بودن اینا با هم دیگه ازدواج کردن. داستان چی بوده داداش؟ داستانو بگو به ما. تو 18 سالگی آقا احمد و توی 21 سالگی غلامرضا جانو به دنیا میاد. حاجی مردم 30 سالشون میشه ازدواج میکنن بچه نمیارن. تو 14 سالگی بچه آوردی. دلقک فضایی. پشمام خدا وکیلی. پشمام دیگه چی دارم من بریزه حاجی؟ پشمام ری خدا وکیلی. ولش کن برو بعدی. 2,000 years later. ببین اینا من ببین ویدیوهایی که تو این اینستا بوده رو رفتم پیدا کردم. ویدیوهای رو پیدا کردم آوردم براتون ببینید نظر بدید. نگاه کن ببینید چیه.